سلام کجی؟ چطور هستی بچه خاله خوبی سلامتی؟ میگم یک چرخه. کجا هستی؟ یک چرخه. خب کجایی حاله؟ میشه یک چرخ؟ خب یک چرخ تا سلامو بیا. خب یک چرخ بیا به سلامو. کار دارم. خوب از زودی بیا. از این نگر بگم دیگه رقم نمیشه. می خوب به چیه راست نگم بیا. خیلی خدا جو کجی بیا ما. یا الله. سلام بچه خاله خوبی سلامتی؟ شکر شما خوبی دختر خاله بخیر سلامت. بیا بشی که تو کار دارم بیا. بفرماییم دنگ دارین گفتیم کار دارم چی واسه خیریت بگو. خیر خیریت. میگم یک چیزی خوب. بله. برو از اون چیزایی که قبلا به تو میگفتم برو از اون رو بیار. کلوخ ما این چی؟ کلوخ به کار دارم دیگه. تو چی کرده فقط تو بیار. کلوخ بیار خب. اجاق چیزی باید مخلوق تیار کنی. فکر که اجاق تیار میکنم. خوبه. عمل بکار داریم برو بیار. برو عمل بکار. باش چشم. بیاری خوبه میشه کلوخا پاکی باشه خوبه. باش از دیوار میوار جا بلنده بکنی همیشه کنی که بیاری دیگه خوب. چشم. آفرین برو. اوجا دم آشپزخانه پلاستیک سیاه هم هستم اونم برداشتم. باش چشم. خب برو دیگه. زود بیای متالم خب. من گیر کنی که من خواب کشتی چه کار کنم. کلوخا پاک پیدا شد. هیرونم کلوخ بایم چکار. این کلوخ بیا. حتما دونه چیز میگی به خود تیار خواه کردم. پلاستیک هم بکن. از بس میگم کلوخ بیا. یا الله. آنی دختر خاله. بیارده. آنی هم کلوخا پاک صفایی. پاکه دیگه کلوخا خوبی خوبه. کجی از کجا آوردی؟ فقط گنبد خونه مرکندی آوردی؟ کلوخا پاکی دیگه گفتیم از اون دیوارای بود بکردم یا جیگر ما بکرم تا اینا رو به دستا خود کلوخا پاک صفایی پیدا کردم. صحیحه. تو خلاصی دیگه. کار نداری؟ نه چای نمیخوری؟ زنده نه باشی دیگه چای سلامت میشکر. برو دیگه تو برو خوب که من اینا رو تیار کنم دیگه.
خاطر به کار داشته اینا برو. خب خداحافظ. خداحافظ. سلام بگو مادر خینا. خب قیامت چشم مستت تو باور به خدا کو، دل دارم به دستت تو باور به خدا کو. قیامت چشم مستت تو باور به خدا کو، دل دارم به دستت تو باور به خدا کو. نشوقی زندگی دارم. سلامت خاله جان. پیاره بخیری. بسه کمجورش بخیری. سلامت. یار هستی؟ شکر. زنده باشی. تبریک باشه. تبریک باشه. زنده باشی. تبریک باشه. خیلی تبریک باشه. چری؟ ای خانه سیکو، ای کوتا سیکو، ای موار سیکو که معلوم نیه که چند پول دادی. ای بخکل استایل دگر رقم تیار کردی که چی؟ شیر مادر تو انا من سیکو مثل ملنگ زیارت بری. انا میگه قرار سال و 12 رختم دیرنگه. بچه خاله بیامادم ما به شما یک دو کلمه گپ دارم. زنده باشی. خیر بینی. هر گپی باشه ما به خدمت تونم. به شما کار داشتم آمدم. خب به شما گپ میگم ارو دوستی. زنده باشی. خیر از بستی من شما رو خیلی مایم. خیر بینیم. من همچنین بچه خاله جو. زنده باشین. به خدا هر گپی من به تو گاهی وقتی بگم اگه از چیز بگم. بگو راست گپ میگی. بخور. به شرط عذبونی من نگیم دیگه. به کی نگم؟ یکی که شما پرسی. خوبه. مثلا چی؟ همین زن شما هم. به من تالی 2 دفعه 3 دفعه زنگ میزنه کجی بچه خاله بیا برو کمکی به من کلوخا پاکی پیدا کو بیار به کار دارم. خب بپرسیدم که مثلا به چی ما این چه کار کنیم؟ گفت به کار دارم به کار دارم. ما گفتم من دگدون یک دگه کاری به کار اینای مدد. خب میبرم. 1-2 دفعه ببردم. یک دفعه دیدم کمی کلوخا خودی زغال هی ششتی هم میخوره. کلوخ میخوره؟ بچه خاله زغال هم میخوره. کلوخ هم میخوره زغال هم میخوره. بچه خاله عذبونی شما خاک بشنوه خاک. عذبونی من نگی. بچه خاله من جو. رو دوستی به شما هنه بیامادم بگفتم. تو به سر مادر خود دیری که بلی. قسم میدم. صبر کن. به سر مادر تو قسم دادم که خبر نداشتی که میخوره که برفتی بیاوردی. نه از اول خبر نداشتم. هنه من که خبر شدم تمه که خبر شدی دیگه نوردی. دگه گفتم خاک باشه به خیر که بخور. با بگو. بیلاجی کلوخ دکترها میگم کسی که کلوخ میخوره و کسی نصف عمر کم میشه. تو اشته کلوخ میخوری کجی؟ بله. کجی؟ بچه خاله جو تو وقتی خب تو وقتی برو. وقتی کی برفته به خونه خواهر خواهم یک چرخی بیایه یک دفعه بیایه. وقتی تو برو. عذبونی می چی دلجان باش، نگی. برو، دلجان. عذبونی شما خاک بشنوه از دلجان باش برو. اصلا برو. اگه باد چنی در زبونی مرچی مثل خوبه من رفتم کار نداری. برو به خیر بری. خدا نه رستی کاری نیه بشین کار ندارم. تا اگه میشینی نه بیرون که من کار دارم بیام آدم همی گپا به شما بگم. بچه خاله جو دیگه به هیچ عنوانی بفهمیدی نه که بری بزی مرگ بیاری. نگردن من شماره را میزنم به لیست رد که هر چی دیگه به من زنگ زنه
اصلا نفهمم که زنگ زده. خیر بینی برو خیر بینی خداحافظ. به خیر بینی بچه خواهر تو سیکوتی به چی نادان طفل ری میکنه ای برادر اسلام تو اشته کلوخ میخوری تو اشته زغال میخوری ای که تمام گرده آدم تمام همه جگر آدم دل آدم همه خراب میکنه تو وای 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 آخی تو بگسگه که بیایی یک دفعه تو صاحب تو کم یک دفعه پیش بیایی مرگه که خاک تو بخوری تو غذا کمه که میخوری که کلوخ میخوری وای 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 تو صبر کن که من یک دفعه ببینم بفهم که تو اشتنه این راست میگی یا دروغ میگه خواهر قوس الدین کجکی کجکی خواهر عباس بله کجایی نمیشنمی البته میشنم باز خونه بودا الله جو اشته خونم که میگم بله میگم امی چیز کجیر چی مایه گاهی وقتی میای اینجا هیچی بچه خاله من همین بعض وقتا زنگ میزنم بیایم اشته چی مایم هیچی من گفتم خاطر که تو هم بعضاب نشی و هم بعضاب نشی نه گفتم 2000 1500 به 1500 یا 2000 میدن خب فهمیدی چی هسته 2000 به دست بده انا که برم یک فرغون بستونه خب و هم یک فرغون یا کجیر بره یا برای خباس زنگ که بیای به تو یک فرغون بستونه به من فرغون بستانه بستونه به خونه ها دیگه خب. بیشتر به درد تو میخوره خب فهمیدی یک فرغون زنگ که بیای یک فرغون بستونه فرغون بیشتر به درد تو میخوره دیگه چون هر دم نمایی که مثلا زحمت کشی خب از چی واسطه دلیلی همین من گفتم فرغونم هم چیکار خب نه خب من فایده تو زنم قبض تو میگی فرغون من چیکار کنم همین فرغون رو گفتم ازی که به تا لیلون بیاره به فرغونم یک فرغون بار کنه بیاره کلوخ انا قرار که دیگه میجگا به یک گوشانه کد کو ببرو نور به خونه آردا ببرن اما جگا کد کو قرار که دیگه اونجا میتونی کارتن بستم بوجی بستم بخوری فرغون کلوخ بست چیه ها اشته کلوخ کلوخ و زغال اینه چی میگین شما کلوخ زغال به کجا بیده من برم کلوخ زغال و فرغون کش کنم بیارم کلوخایی که به خیر خوشی باز بموری به سر قبر تو ببریم اینا رو علم کنیم فهمیدی که سگ شغال قبر تو خراب نکنه تو فکر میکنی من مثل تو بچه ام ها تو فکر میکنی که من مثل تو بچه ام ها تو فکر میکنی که من مثل تو بچه ام ها تو میفهمی که من تو ایسته زنی بزی خونه که تو میامدی زغال میخوری کلوخ میخوری تو ایسته زنی بزی خونه تو ایسته زنی بزی خونه کلوخ میخوری چشمام روشن اینه با بیلا که دکترها چی میگم از این کلوخا این دکترها عزیز غالا چی میگم با بیلا جو خدا تو زن در به در کنه خدا تو زن خاک به سر کنه هر کس که به تو می کار یاد داد خبر بطلب هم یکی پیدا شد از تمر بگیره چری من نمیگیرم چری زندگی با هم نمیرزم چری نمیگیره کسی پیدا نمیشه با پرسه از من چری
پول ندارم من. ای خدا من چی بعدی کرده بینم تمام کرده آدمه، همه جیگر آدمی کلوخا خراب میکنه. تو همین زنی نمیبری که اینا کلوخه. آی تو هم اینجا فکر نمیکنی که سالم 12 دکتر هم میگه غذا سر بازاره نخوری. تو هم اینجا فکر نمیکنی، اما نمیفهمی که دکتر هم میگه غذا سر بازاره نخوریم. چی جا برو تو کلوخ با فرغون بیا. اما 2 کیلو بینا میایه. زغاله با کجایه؟ مشکنه. بله گیلک. عباس خوبی بخیری؟ بلد از دیگه پا نگر یل کده خوش آمده. مادر تو کجایم؟ مدرمه نه بسرانیه. هم یک چرخی تو به سرامو بیا. آچه بابا زنگیدین بابا. خیر خیریته، خیر خیریته. یک چرخی بیا کار دارم. بگم با تو واضح که میگی چی گپه. خوارجان شما، خوار نفس شما. تو گاهی وقتی اردو میدم میزنم مادر تو پیر تو خود تو میایم تا خونه ما بغل مغل میشیم. کلوخ میخوره و زغال. خوارم کلوخ میخورده. کلوخ و زغال. نیه. تو بیا سر کوچک زد کلوخ به پیش ما کت کرده یه. بیا خداحافظ. خداحافظ. این چی میگه؟ خوار تو کلوخ و زغال میخورده. یعنی چی؟ این دیونیه گیلک با ویش خونیه. من نفهمیدم که چی بگو خوار تو کلوخ و زغال میخوره. ام کلوخ و زغالم خورده میشه. این نمیفهمه دیوونیه. چی فهم؟ کلوخ و زغال کسر بدیده که بخوره. سلام علیکم. چیه گیله؟ چه گریه؟ چه غال میکردی؟ این کلوخای نگاه چه کار میکنن خونه شما؟ چه خونه خود لمش کردین؟ از اون ما با تو نیتولک میزدم تا تلفن. برستی گفتی کلوخ میخوره. من خنده گوشته کلوخ میخوره. دادیمه شما میتا بلوک مسخری هستین. هم تو هم خوار تو هم براراتو. چره؟ شما میتا بلوک مسخریم. اگه مسخره نباشی بیا میدم اینا رو میبینیم بلا بعد سنگ 5 کیلویی با میگه خنده گریفتانه. از ما چری میپرسی؟ خب بگو گپ پر بگو چرا تو اعصاب خرابی میکنی؟ اعصاب خرابی نداره. بگو چیکار شده خب؟ همینا رو نمیبینی که اینا رو خوار توی میخوره خود زغالا. من زغالا ندیدم خدا میدونم به کجایه. دادیم میخوره؟ نه مادر من میخوره. چی میفهم؟ بیشتر میخوره کلوخ ها. و به چخاله خود کجیر زنگزی بپرسن. بگو چند دفعه طالب آوردی؟ پاش نده دیگه به تخمونه میبینی کت کردم عمل بر. لا کو زغالا. ما چی میفهم بوده دیگه کو زغال. خورمه. ما چی میفهم برفته بیری شده. خب من چیکار کنم که بیام آدم؟ خوار خور میداری میبری با پیش بیار خب که پیار تو تربیه کنه من نتونستم. بخی
سنگ میزنی جق میکنی جق کن. داده داده نیست که داده ما بزدیم. داده بیاین داده. داده اینا چیه؟ اونا هیچی همین تکجی آورده بود اونا. اینا که چه کار کنین شما؟ هیچی همین با کار داشتم. زغالا رو این چه کار؟ زغالا تازه میکردم. آخه داده دروغ نگین. همی دوماد ما دروغ شمار زده بالی به کرسی میگدیشتم. کرسی خو اینا که میگن کلوخ میخوره خوار تو. نمیخوردم. نمیخوردین؟ تو با شما چرده بره میخونه به پلم جای که مینا بده 100% زغال هم. آخه داده آخه حیف شما. داده دروغ نگین دیگه. حیف شما نکرده که این کلوخ خار میخورین. هم خوش داشتم. کلوخ میخورین. آنه بیلا آنه سیکو آنه زغاله هم کلوخا. یه زغالایی که به زیر کرسی میگذارم. اینا رو تازه میکردم به زیر کرسی بگذارم. اینا رو آخه نگو که تازه میکردم. داده. نگو شما کی دیده داده من که اینا رو میخورده؟ کجیر گو کجیر دیده؟ و 3-4 دفعه من کلوخ آوردم گفته به کار دارم. من گفتم البته یک دونه چیزی تیار میکنه به خویا دگه کار میکنه. انا یک دم سعی میکنه که اینا رو میخوره. باشه اون درس رو کجیر. به درس رو کجیر چی نمیری؟ میرم اون میارن سگم داده من دیده کلوخ میخوری یا نه؟ تو یاری وخی عباس برو بسرا خو وخی برو وخی که تو مسئله زینی وخی نه خود چرا داده من میزنی؟ وخی گپ مفنده داده من میزنی گپ نپلازی دیون. برو گم شا خوب کار میکنم میخوره دگه داده. برو که به خدا تو رو به تحت جو میزنم. داده دگه بخورم و کلوخ بشه. برو کار نداری تو اثر برو خود بیار خونی دگه. خوب کار میکنم میخورم. عباس خیلی خدا. برو به تو میگم که خدا رفتیه میتونم به تو کلوخ بدن که به هر جا بری دکترها نفهمه به کجا تو خورده. باده. باده نه عباس برو.